ببین این ویدیو تنها راه نجات یوتیوب فارسیه و اگه میخوای دوباره یوتیوب ببینی باید این ویدیو رو تا آخر ببینی و به کارهایی که میگم عمل کنی، وگرنه دیگه یوتیوب فارسی وجود نداره. من تو این ویدیو 5 روشی به تو یاد میدم که کاری کنیم ایرانی نباشیم، یا اگر ایرانی بودیم حداقل به یوتیوبر درآمدی برس تا کار رو ادامه بده و بتونیم یه آریا سری کومانی چیزی ببینیم. این 5 تا روش از گرون تا رایگانن. روش اول، خرید اکانت یوتیوب پریمیوم. توی اکانت یوتیوب پریمیوم حتی اگه شما ایرانی تشخیص داده بشید بازم مهم نیست، چون تو تبلیغ نمیبینی، پس مشکل حل میشه. ولی این روش یه مشکلی داره، قیمت زیاد. اکانت فامیلی یوتیوب که قیمت گرفتم حدودای 20 خورده دلاره که تقریبا به پول ما 3 میشه. اگه میبینی بعضی سایت ها زده 180 200، اینا اکانت اشتراکیه و بیشتر به ضرره، قطعا یارو بند میشه. پس روش یوتیوب پریمیوم اگر دارید بخرید، خیلی ایمن و راحت و عالی. روش دوم، خرید فیلتر شکن پولی. 180 تا 200 تومن فیلتر شکن پولی داریم، میتونید برید از اونا بخرید و دیگه ایرانی نیستید، آی پی ایران هم نشون نمیده. این روش تضمینیه، یعنی 100% میشه، ولی خب بازم پولیه. اگه دارید بخرید، اگه ندارید ادامه ویدیو رو ببینید. و اما روش های رایگان، روش اول یوتیوب پریمیومه. شاید بپرسید که پولیه، ولی نسخه رایگانش، من نسخه رایگانش رو پیدا کردم، الان اینجاست. یوتیوب پریمیوم رو پیدا کردم. البته من هنوز مطمئن نیستم که واقعا کار میکنه یا نه، برای همین هنوز به شما پیشنهادش نمیدم. بهتره چنل رو سابسکرایب کنید، چون من سه‌شنبه 100% بودن یا نبودن یوتیوب پریمیوم رایگان رو به شما میگم توی یه شورت ویدیو و میتونید اون موقع استفاده کنید یا نکنید. اینو توی کپشن میذارم، البته الان نه، روز سه‌شنبه اگه تضمینی بود. روش بعدی کانفینگ ویتوری، یکی از بهترین که همین الان خودم دارم ازش استفاده میکنم. کاملا رایگان، اینترنت خیلی کمی هم میبره نسبت به فیلتر شکنا و اینکه خیلی راحت تره، فقط یه دکمه میزنی وصلیش. این روش یه مشکلی داره، کانفینگ های زیادی هستن و بعضیاشون در جا منطقه رو عوض میکنه و این باعث میشه که راحت لو بری. برای همین من 2 تا از کانفینگ هایی که به نظر خودم خیلی خوبن و تست کردم موقعیت مکانی و عوض نمیکنن تو کامنت های همین ویدیو رو گذاشتم، میتونید برید اونا رو استفاده کنید. آموزشش هم برید تو یوتیوب سرچ کنید، اینجا آموزش نمیده. ویتوری اسمش هم میذارم، برید بزنید. اگه بلدید خب آفرین، اگه بلد نیستید برید یاد بگیرید. این بود از 5 روشی که بتونیم یوتیوب فارسی رو نجات بدیم. حالا یه عده‌ای با خودشون میگن چرا این کارو کنی؟ داداش الان چرا تو یوتیوبی اومدی یه چیزی ببینی، یک ویدیوی سرگرم کننده ای، آریا کوکسری، کومانی، بنیامینی، نیما تکیدویی، یکی از اینا رو میخوای ببینی. حالا یه چند هزار تا یوتیوبر داریم، باید یکی باشه که بخوای ببینیش. اینا میان کار میکنن که پولشو بگیر. اگه یوتیوبر مورد علاقت رو دوست داری، مثل یه عده‌ای نیستی که میان میگن خیلی خوب شد یوتیوب درآمدش قطع شد، اینا پول مفت میخوردن، یکی نیست به دکتر، اینا نتیجه تلاش و زحمات خودشونه. اگه تو هم میتونی تو هم بیا پول مفت بخور. من خودم پاره شدم، 160 تا صبح به زور دارم، هنوز هیچی نیستم. خلاصه کلام، اگه یوتیوبر مورد علاقت رو دوست داری، یعنی میخوای کمکش کنی که دوباره ویدیو بذاری، دوست داری ویدیوشو ببینی، یکی از این روش‌ها رو استفاده کن. اگه نه، خب چرا این ویدیو رو دیدی؟ خداحافظ. اگه این ویدیو به دردت خود کارآمد بود، لایک کن. شاید بپرسی چرا پشت سر تاریک برق روشن کنم جلو تاریک میشه. سابسکرایب کن، لایک کن.